تو این عکس میخوایم طریقه کامپوزیت کردن یا ترکیب کردن دو تا عکس با همدیگه رو آموزش بدیم. توی آموزش یه ترکیب کردنی رو من مد نظر قرار دادم، ترکیب کردن یه ماشین با یه بک‌گراند. میریم توی آموزش تا در مورد صحبت کنیم و این کار رو انجام بدیم. ما الان توی این آموزش دو تا عکس انتخاب کردیم. خب هر دو تا عکس اگر دقت کنید زاویه نور، نگاه کنید زاویه نور این از اینجاست، اینم از اینجای تصویر، و سافت بودن نور یا هارد بودنش یکیه. ما اینجا نور سافت داریم. نور سافت از کجا میتونیم تشخیص بدیم؟ از سایه ها. وقتی ما هارد لایت داشته باشیم مطمئنا هارد شادو هم داریم، یعنی شادوهای خیلی لبه‌های تیز دارن. سایه های ما خیلی با لبه‌های تیزی تو عکسمون وجود دارن، ولی توی این عکس ما سایه‌ای با لبه تیز نمیبینیم یا همون هارد شادو نمیبینیم. پس هارد لایت نیست. پس چیه؟ پس سافت لایته. تو این عکس ما هم به همین صورت اینجا سایه ها هیچ سایه هاردی یا سختی ندارن و اینجا هم به همین صورت. خب الان این دوتا از نظر رنگی متفاوتن، از نظر زاویه و زاویه نور و اینا یکی. خب اول از همه میایم با زدن پی ابزار پنتول رو انتخاب میکنم. این ابزار پنتول من آموزش اصلیشو دادم، طریقه کار کردن باش رو به همه شما نشون دادم. اون آموزش رو 100% نگاه کنید تا بتونید توش مهارت به دست بیارید و بتونید باش کار کنید. و اینکه لبه های تیز مثل لبه های اشیا رو ما با پنتول به بهترین حالت ممکن میتونیم برش بزنیم. پس من زوم میکنم و با پنتول تمام دور تا دور ماشین رو سلکت میکنم. یادتون باشه که ما سلکت کردنمون، حالت سلکت کردن ما باید کل ماشین باشه. خب یعنی ما سایه ها رو و چیزایی رو سلکت نمی کنیم که احتیاج نداریم. خب این الان تا اینجاش من رفتم تا بخواید ببینید شما. خب و به همین صورت دور تا دور ماشین رو سلکت میکنیم. من از قبل یه سلکتی رو آماده کردم و با کلیک راست کردم و با make selection اوکی و اوکی سلکت رو انجام میدیم. من از قبل این برش رو انجام دادم که وقتمون گرفته نشه و توی پس ها سیوش کردم. این پسی که همه ساختیم اینو دیلیتش میکنیم. این پسی که من از قبل آماده دارم. خب پس هم میخوایم به سلکت تبدیل کنیم یا روش کلیک راست میکنیم و زدن make selection یا نگه داشتن کلید کنترل و کلیک روی شکل پس ما که اینو تبدیل به سلکت میکنه. خب این سلکت رو انجام دادیم. میایم توی لایه ها و این سلکت رو به لایه ماشین خودمون اعمال میکنیم به صورت ماسک. من قبل از این بسی کپی بگیرم از این کنترل جه که کار اسمش رو کار میذارم که میشن اون ماشین ما و تو اینجا توی پس کنترل کلیک و توی لایه ها روی کار و زدن ماسک. من اینجا ماشین خودم رو به صورت ماسک جداش کردم، برشش دادم. خب من این ماشین رو احتیاج دارم که ببرمش داخل عکس جاده خودم. خب این ماشین رو میتونم به همین صورت که الان انجام دادم کلیک میکنیم ماشین رو و دراگ میکنیم به طرف عکس بعدیم. یا چی؟ یا میتونیم یه روش دیگه روی این لایه کنترل سی و رفتن داخل این عکس و کنترل وی این ماشین رو بیاریم اینجا. خب من با زدن کنترل تی
میام توی قسمت فری ترانسفورم و با نگه داشتن شیفت و آلت ماشین رو به اندازه‌ای که احتیاج دارم کوچیک میکنم. یادتون باشه ماشین رو نسبت به پرسپکتیو جای درستی قرار بدید و همینطور زاویه‌شون. الان این جاده، این خط تا این خط میشه خط صاف ما که من میتونم به عنوان راهنما ازش استفاده کنم و این برتر. خب الان جاش خوبه، سایزش هم اوکی. خب اینم از این. ولی خب این هیچیش الان درست نیست، انگاری اصلا تو عکس ما وجود نداره، انگاری تو آسمونه، نه سایه‌ای داره نه چیزی. ما یه سایه سافتی احتیاج داشتیم که اون سایه هم اگه یادتون باشه ما آورده بودیم. از کجا؟ از همین عکسمون. توی همین عکس ما درسته که ما اینجا ماسک داریم، ولی الان ما ماسک رو برداریم سایه‌ش این قسمت هست. پس من یه کپی از این لایه میگیرم، کنترل J و یه دونه از این دوتا رو به عنوان شادو یا سایه استفاده میکنم و میام رو قسمت ماسک زوم میکنم و با براش سفید و نه این قسمت سایه رو در میام. خب سایه من این قسمت درسته؟ من ایکس رو میزنم جای اضافه یه مقدار پاک کنیم. خب الان من چجوری باید فقط سایه رو داشته باشم؟ این که الان درست نیست. دو بار کلیک و رفتن تو قسمت بلندینگ اپشن و بلند ایف. تو قسمت بلند ایف ما میگیم که از این لایه‌ای که ما داریم قسمت های سفید رو حذف کن. خب نکنید قسمت های سفید رو حذف میکنه و قسمت سایه رو فقط میخوایم، ولی این حالت خیلی هارش و سختیه. خب آلت رو میزنیم و کلیک روی این قسمت و فید دادن به این حالتی که داریم که حالت طبیعی تر از شادوی منو به وجود بیارم. اوکی رو میزنیم. خب این سایه من الان چه فرقی با این سایه های داخل عکس من داره؟ سایه های داخل عکس فید شدن، یعنی سیاهی کامل نیستن، در صورتی که سایه من یا کلا سیاهی های ماشین من حالت فید ندارن. من این دوتا رو با زدن کنترل و کلیک روی لایه کار یا ماشین و زدن کنترل G میام و یه گروه درست میکنم که این گروه میشه گروه ماشین من. درسته؟ این قسمتیه که ماشین من وجود داره. بعد از این ما باید چند تا چیزای مختلف رو توی این عکس درست کنیم. خب سایه‌شو که درست کردیم، اوکی، سایه درست شده. الان ما میایم به لبه های ماشینمون نگاه میکنیم. لبه های ماشین خیلی تیز برش داده شده و به عکس ما نمیخوره. پس من این لبه ها رو با قسمت ماسک و با ابزار بلور میام و لبه ها رو نرم میکنم. اوکی. من لایه شادوی خودم و قسمت ماشینش رو پاک میکنم. آلت کلیک و این قسمت هم دوباره تو قسمت ماشین میام با بلور و دور تا دورش رو مقداری که احتیاج دارم پاک میکنم. اینم از این و بعد از این میرسیم به قسمت رنگ عکسمون. خب اول از همه مچ کردن رنگ ها. خب من یه
curves درست میکنم، adjustment curves، و فقط اعمال این adjustment من باید روی ماشین باشه، در صورتی که الان روی هم ماشین هم بک‌گراند. نگه داشتن Alt و کلیک بین دو لایه یا استفاده از کلیپینگ ماسکی که قسمت زیر پروپرتیز adjustment ما وجود داره و اینو فقط اعمال میکنیم روی ماشین. خب من اول از همه رنگ اینو میام درست کنم. اینجا کانتراستش کمه، این کانتراست زیاده. کانتراست زیاد یعنی چی؟ یعنی سیاهی ها سیاه‌تر، سفیدی ها سفیدتر. کانتراست رو بخوایم کم کنیم یعنی سفیدی ها سیاه‌تر، سیاهی ها سفیدتر. پس ما این قسمت نورش رو کمی پایین میاریم، یه مقدار پایین، و سیاهی هم یه مقدار خب اینم از این. و بعد داخل رنگ رد تو قسمت روشنایی یا قرمزی وجود داره، ما داریم میبینیم این قسمت. در قسمت تاریکی یا قرمزی وجود نداره. سبز، یه مقدار سبز کل عکس ما میدیم چون تم این عکس ما حالت سبز هم داره. و بلو، قسمت آبی هم تو سایه آبی وجود داره و توی روشنی آبی وجود نداره. اینم از این. و این رنگشو و سایه ها رو به صورت درست با بک‌گراند خودمون مچ میکنیم. الان من جلو میبرم میبینم که بک‌گراند من یه نویزی داره، در صورتی که این ماشین من اصلا نویزی روش وجود نداره. خب این نویز رو چجوری به وجود بیارم؟ باید برم تو قسمت یه لایه جدید و کلیپ ماسک به کار به ماشین ما و با زدن شیفت بک اسپیس و رفتن به فیل و 50% گری اوکی و گذاشتن این رو حالت سافت لایت. و اینم از این قسمت فیلتر نویز اد نویز. اینجا نویز میدیم به ماشینمون، مقداری نویز میدیم که تو بک‌گراند ما هم باشه. نویز دادن به عکس ها معمولا خیلی روش های زیادی وجود داره. نکنه نویز با این نویز مچ شد، این نویز ماشین با نویز بک‌گراند ما مچ شد. پس ما به این طریق نویز اضافه میکنیم. و مهمترین قسمت کامپوزیت کردن توی عکس های این چنینی اینه که در قسمت آخر ما یه فیلتر رنگی روی کل عکسمون داشته باشیم که من اینجا میام خیلی سریع با یه کالر لوکاپ و گزینه‌های مختلفی داریم مثل همین حالت الان هست. میتونم اینو روی سافت لایت بذارم، رو همین نرمال بهتره، و یه دونه کالر بالانس میزنیم. نگاه کنید این تنظیم رنگ روی هر دوتایی، یعنی هم بک‌گراند ما هم ماشین ما، چون میخوایم این دوتا با همدیگه یه فیلتری روش اعمال بشه. پس من روی شادو قسمت آبی رو زیاد میکنم و توی هایلایت قسمت زرد رو زیاد میکنم. به این صورت من چیکار میکنم؟ میام دوتا لایه خودم با همدیگه فیلتر رنگی میزنم که با همدیگه مچ بشن. خب دوستان، اینم از این آموزشمون و تمام مراحلی که میتونیم واسه کامپوزیت کردن استفاده کنیم و بازم ما آموزش های این چنینی رو انجام میدیم برای شما. موفق باشید.